الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الله متعال از این بعد در این آیات ها زجر می دهد منکرین رسالت را، به این معنا که دلایل واضح و روشن به اثبات وحدانیت خداوند متعال و صفات زیبای اهل دین و تقوا این واضح تشریح شد. بنان یک طرف عقیده زیبا، یک طرف هم تربیت مقبول. این ارزش که وجود داشته باشه، شایان یک انسان نیست که از این منهج دوری بگیره و کناره شود. کناره گرفتن از منهجی که مطابقت داره با واقع، که ما شما در آیات قبلی بحث حق را کردیم و حق به معنای ثابت، پابرجا. پس وقتی که حق ثابت است و پابرجا است، چه ضرورت است که یک انسان به تغییر قضیه بیاندیشد؟ چرا به تغییر قضیه بیاندیشد؟ چرا کاری بکند که خودش او را نمیپذیرد؟ پس وقتی که این نکات را خداوند متعال مطرح کرد که انسانان با تقوا کسایی هستند که همیشه عهد خود را وفا میکنند، صلت رحم را نگاه میدارد، از پروردگارشان میترسد، خود را در قضایا مسئول قرار میدهد، صبر و شکیبایی را به خاطر اصلاح و به خاطر رشد جامعه قبول میکند، رابطه خود را با پروردگار عظیم در روشنی همان نماز و انفاق فی سبیل الله نگاه میکنه و در مقابل بدیها با خوبی معامله میکنه. این صفات نیکویی بود ذکر شد. پس از طرف دیگری هم به ما ایراد داد که یگان بار انسانها به خاطر رزق و روزی صفات غلط را در خود توجیه میکنه. میگه ولد چرا دروغ گفتی؟ به خاطر از اینکه همین نان چطور میشه، این کار از دستم میره. چرا خیانت کردی؟ به خاطر که مال نقص میکرد. نمی که رواج عمومی ما و شماست. الله میگه که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. گشایش رزق و تنگی رزق این تعلق به صفات نداره، بلکه اگر این صفات خوب در شما باشه دیگه هم وسعت رزق نصیب شما میشه. اگر غلطی کردی وسعت رزق نصیب شما نمیشه. بعد کسایی که کار کردن هم اگر در ظاهر چیزی را شما فکر کردن، میگه اون متاع قلیل است، یعنی بسیار چیزی بی ارزش است. زیرا کل زندگی که ما شما داریم، یکی از علما میفرماید، میگه زندگی اصلی بالذتی که شما او را حساب میکنه، یعنی از پیش واقعا دوراندیشی کرده میتونه، از 40 تا 50 سال است. تا 40 سالگی هم آدم میخی بیعقل وار میباشه، کل قضیه شهوت است، شخصیتی وجود نداره. بعد از 40 آدم میفهمه که اصل گپ چی است. 50 که میشه از این بعد دیگه زوال شروع میشه، دیگه خب ختم است. در مقابل این ارزش هایی که دین عرضه میکند، و یقول الذین کفروا، و میگویند کافران، لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا نازل کرده نشد بر پیامبر آیت من ربه، نشانه ای از جانب پروردگارش. یک نشانه خود نازل میشد، در حالی که ما شما سوره رعد خواندیم کلا همین نشانی ها را پیشکش میکنه. این نشانی های واضحی که در گرداگرد وجودش قرار دارد، این را کلش نادیده میگیرد. یک نشانی که خودشان به خاطر شهوت خودشان او را عنوان میکنه، امور میکنه. به رسول علیه السلام آمدن گفتن که تو خود پیغمبر خدا میگی دیگه، خدا با تو رابطه داره، تو را دوست داره،
اگر همینطور است تو مهربانی بکن امی کوههای مکه از پیش ما دور بکن، هوای جاری را بر ما جاری بگردان، درختای سبز بوده باشه. این چقدر خوب است دیگه. پیامبر علیه السلام میگه که من برای شما آمدم تا منطق زندگی را براتون نشان بدم. کار من نیست که کوه را اوسو بکن. عالم امیر میگه که و یقول الذین کفروا، و میگوین کافران لولا انزل علیه آیت من ربی، چرا نازل کرده نشد به پیامبر نشانه از طرف پروردگارش که به صدق از این ما باور پیدا بکنه. کوسو میشد، همین کار میشد. قل ان الله یضل من یشاء، قبول دین به این رقم رشوت دادن نمیشود. قل بگو ای پیامبر ان الله یضل من یشاء، الله گمراه میکند به بد انتخابش، به بد انتخاب شخص. من یشاء کسی را که بخواد. انتخاب پیش رو تو وجود دارد، تو میری غلط انتخاب میکنی، یضل گمراهش میکند. و یهدی الیه من اناب، و راه نماید به سوی خود هر کی را که رجوع کرد. هر کس که رجوع کرد او را به سوی خود نشان میده، راه را برش حمایتش میکنه، توفیق نصیبش میکنه. پس در اینجا که یک کافری که یک بیدینی که ارزش ها را تحلیل نکنه بلکه باز هم به طرف شهوتش برود، یضل گمراه میشود. انسانی که هدایت میشود کسی که ارزش ها را تحلیل بکنه، تحقیق بکنه. و همین نکته است که ما بارها در مراجع و در مجالس برای جوانا و برای همی سیکولارا به دین ستیزا بار گفتیم که شما بیاین امون جایی که سر اسلام نقد داری امون را برام توضیح بخش. و تا مثلا یک نفر میگه که به نظر من اینطور است، تو نظرت کنار بگذار، زیرا نظر تو خود جایگاه نداره پیش ما، زیرا تو اهل تخصص نیستی. وقتی که اهل تخصص نیستی تو گپ نزن دین، زیرا تو همین قرآن از روی خوندن نمیتونی، عربی را بلد نیستی، اصول فقه را بلد نیستی، جرح و تعدیل بلد نیستی، علم امرایت نیست. بنان تو چطور نظر میدی؟ تو اعتراض تا بکن. اعتراض حق داری، بالکل هر جایی که تو میخوای که او را بفهمی او را اعتراض بکن و نظر را پیش نکن. صحیح شد؟ این در حقیقت همین نقطه است که یک نفر مریض است، سر تخته عملیات است، یک نفر بیرون بیاید بگه که اگه توش قیچی کنیم بهتر در خود. صحیح نیست. و او هیچ کس حق نمیتش که از بیرون سرک یک نفر بیاید و داخل عملیات خانه شد و او عملیات رهبری کنه. ایست نمیشه. بنابراین ما برای مردمی که اونا اهل تخصص نیستن میگم اعتراض حق داری، سوال حق داری بکو، خود نظر حق نداری، زیرا نظر کسی میده که اهل تحقیق بوده باشه. بنابراین در اینجا اگر در اسلام عزیز کدام مشکل تو در رابطه به اجتماع، در رابطه به اخلاق، در رابطه به اقتصاد، در رابطه به سیاست، در رابطه هر جایی که مشکل دار او را بگو. پس ارزش‌هایی که اسلام پیش میکنه به مراتب از جاهلیت خوب است، به مراتب از غرب خوب است. ما حقوق والدین خود داریم، حقوق خانم خود داریم، حقوق اطفال خود داریم، حقوق کلش از شما که خوبتر داریم. پس در رابطه با خدا هم که امروز صحبت بکنم میگه خدا هست، میگه آه هست. خب چه رقم الله هست؟ اللهی که بیکار است، اللهی که امر نکنه، اللهی که نهر نکنه، اللهی که جزا نده، اللهی که پاداش نده. غرب و دین ستیز سیکولار این رقم خدا رو قبول میکنه. ما میگم نه، ذاتی که آفرید امرم میکنه، نهیم میکنه، حلالم میکنه، حرامم میکنه. در جایی که حلال کرده حرام کرده تو دلیل تبیار نقد تبیار صحبت میکنه. بنان قل بگو ان الله یضل، بیشک هر انا گمراه میکنه الله به بد انتخاب شخص. من یشاء کسی را که بخواد انتخاب خودت میکنی. و یهدی الیه من اناب، و راه نماید به سوی خود کسی را که انابت کنه، کسی که انابت بکنه. دوستای عزیز چند چیز داریم در علم تصوف. ما مراتبی داریم به نام سیر الی الله، فی الله، بالله، مع الله، فنا فی الله. اولین حرکت یک انسان به سوی الله، بازگشت انسان به سوی الله، او سیر الی الله است. و سیر الی الله یعنی حرکت و بازگشت به سوی خدا شروع می شود به ای که یک انسان نعمتهای خدا را پیش روی خود بگذارد. نعمتهایی که الله برش داده، یک کمک سریزی فکر کنه، نانی که می خورد او بیاندیشد.
راه که میراد یک بار بیندیش. منظرهای مقبوله که میبینی را بیندیش. نعمتهایی که خداوند نعمتهای ظاهری و باطنی برای از انسان داده، یک بار میره ببینه که چقدر خدایی را دوست داره. اما نعمتها را برات مفتاد. در مقابل از این نعمتها چی میکنی؟ مسئولیت هایی که بر تو داره و مسئولیت ها هم به منفعت است. مسئولیت ها به ضدت نیست، به منفعتت است. هرگاه در این منفعت ها بیاندیشی، باز اوامر را ببینی، خود ضعیف میپنداری و میخوای که نه، من تا این وقت اشتباه کرده بودم، از این بعد باید به خدا رجوع بکن. امی که رجوع را شروع میکنی از دلت، در دلت تغییر شروع میکنی. امی که شروع کردی اینه را انابت میکرد. یعنی قصد تغییر در وجود خودت. با مجردی که قصد شروع کردی، باز میبینی که اینجا بسیار زیاد گندگی هاست و غلطی هست و بسیاری چی هست. رجوع میکنی. دوم مرحله توبه است. گناه را باید ترک بکنی، اعمال زشت را باید ترک بکنی. وقتی که ترک بکنی، ولی به محل پاک نمیشه. تنها به ترک. برای پاک کردنش به استغفار نیاز داره. باز استغفار شروع میشه. یعنی انابت در حقیقت نگرش در نعمت است. توبه ایستاده شدن و ترک کردن گناه است. و استغفار در حقیقت چیه؟ تحلی است. امو محل دیگه میشیم، سینه را میشیم، قلب را میشیم، فکر را میشیم، کار و بار خود را میشیم، پاکش میکنیم. پس سیر الله ایجا شروع میشه. و یهدی الیه من اناب، و راه نماید کسی را به سوی خود که او رجوع کند. بچی به تذکر نعمتهای الهی، نعمتهای خدا را پیش روی خود بگذارد. و رسول علیه السلام در یک حدیث مبارک میفرماد انظروا الی من هو اسفل منکم، همیشه از خود پایین تر را متوجه باشه. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. کسی که شما بالاست از نظر زندگی و معیشت میگه، او را نظر نکن، پایین نظر کن. تو در راه تیر میشه، یک نفر میبینی که گدایی میکنه، شکر بکش که تو را خدا میتونه ساخت. یک نفر رو دید پایش قطع است، شکر بکش پای تو قطع است. یک نفر میبینی دیوانه است، شکر بکش تو را خدا دیوانه نکرد. یعنی این نکته را ببینید. فانه اجدر الا تزدروا نعمت الله علیکم. اگر شما پایین ببینید و نعمتی که خدا برای تو داده، او را کوچک فکر نمیکنی، با شکر میکشی، میگه الحمدلله الحمدلله. اگر تو بخوای بالا بری، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر تو بگویی که تا اینجا رسیدم باز بس میکنم، بس انسان بس نمیگوید. اگر دو وادی یعنی دو دره از طلا داشته باشی، طرفی کلش طلا باشه، این از تو باشه، لابتغى ثالثا، سومش را میکنه، به این اکتفا نخواهد کرد. باور بکن که سوم برداشت، چهارم میخواد. ولا یملأ فاه الا التراب. جز خاک چیز دیگر را دهن انسان را بند نمیکنه. اینان قناعت بکنیم و که الله خوبتر میداند به همین حالتی که ما داریم. نعمت الله را یاد بکنین تا به سوی الله برگردیم. لذت نعمت را بچشید. شما باور بکنین خب همین شما نان خوردیم، صحیح شد؟ نان ما عادی نان بود. شاید دیگرها بسیار چیزا خورده باشن، بسیار لکس خورده باشن. اینمی ولی حالت ما یکی است، هیچ فرق نداره. شما باور بکنید هیچ. اگر او بهترین نان خورده چپ بکنه، هیچ دادن چیزی نیست. و من یقین دارم که نان عادی ما چون با عقیده بود، با آرامش بود، با بسم الله بود، با شکر بود، من یقین دارم که انشاءالله این بسیار خوب بود و بسیار بالذات بود. این نکته است. نان لباس کلگی میپوشه. باز اکنون خود بیخی جالب است. یکی از علما میفرمه، میگه زندگی امروز ما، شما زندگی پاشایی است. پاشای قبلی او یخ میخورد، باز دیگه مردم برش کار میکرد، او را در یک مشک برش منداخت، با در یک جای سایه تو شورش میداد که شمال کمکی بگیره، او سرد شود. با چی سختی او را کمکی برای سرد میگه، از او که بیشتر نمیتونست. آلی تو یخچال داری، اما تو رسیان نیست. یک پاشای او وقت خوبترین اسب برش پیدا میکرد، بعد از او گاډی برای جور میگه، هر جای گاډیم رفته نمیتونست. جایی که گاډی رفته میتون، گاډی غیر از او رفته نمیتون، زیرا سنگ بود دیگه، سر اسب وار میشد.
هر کاری که بکنه سر ایزین اسب چی خواد کرد؟ بهترین لباسی که یک وقت کسی و تنش میکرد سرزوک و کرباس بود، اما هر قدر میخواد که نرم کنه بازم نرم نمیشد، ابریشم بود، دبل باید دور جور میکرد، فابریکه نبود. تختی که پاشا خو میکرد دور یک بار ببینید که همون پاشا یک فرین تو یک تخت خو میکرد. شما باور بکنین این ضرور است که یک بار برین. ما در ترکیه خود امپراتوری اسلامی که هستن عثمانی همون چیزایش همون تو نگاه کردم، کلی چیزایش اوره که ببینی باز میفهمی که حال زندگی شما به مراتب از او پادشاه کده خوب است. نانی که شما میخورین، لباسی که شما میپوشین، موترایی که شما میگردین، این موترایی که شما میگردین چه قیمت است؟ نعمتای الهی است. کلتون پادشاه شدین. سر از اون پرسان بکن چطور از زندگی؟ والا اصلا هیچ چیز نیست. همون تاسیان نیست. هر روز میبینی تغییر میاد. یک موتر دو موتر میشه، زندگی تغییر میشه. چطور است؟ هیچ کار بند. الله تو را هدایت بده. ما خود را میبینیم که تغییر است، زندگی جور شده رفت، حالا هم ناشکری کرده است. گمراهی از چه وقت شروع میشه که ما نعمتهای خدا را تشکر نکنیم. و یهدی الیه من اناب. الله راه می نماید برای کسی که به او رجوع بکند، سر تعظیم را بگذارد. لئن شکرتم لازیدنکم. آلی من اناب کی است؟ انسان منیب کیست؟ الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند. الذین آمنوا، مؤمن انسان منیب است، همیشه به سوی الله بازگشت میکنه. چی عجیب بازگشت ما در تربیت خود میگیریم. آب را که مینشی چی میگی؟ الحمدلله. این بازگشت است. نان که میخوری چی میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کسی را که میبینی چی میگی؟ السلام علیکم و رحمت الله. شما فکر بکنین امی آداب اسلامی را که ما رعایت بکنیم، کل زندگی ما چی است؟ انابت به سوی خدا، بازگشت به سوی خدا. انا لله و انا الیه راجعون. از خاطر میگه که منیب الذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردند. انسان مؤمن منیب است طبیعتا. در پهلوی نتیجه ایمان چی میشه؟ و تطمئن قلوبهم بذکر الله. اگر و تطمئن قلوبهم یک وقف بده، و تطمئن قلوبهم، دلهایشان چی میگیره؟ آرام میگیرد. الحمدلله که گفت مثل که او در شرش رگای داخل شد، اما تو خوش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم بگو، لذت اصلی نان میاد. صحیح شد. زیرا وقتی که به بسم الله گفتیم در حقیقت اما طعام و اما نعمت به ما میگه که ما از تو هستم. وقتی که بسم الله نگویی طعام میگه از تو نیستم، تو به زور رو را استفاده کرده رستی. برای که استفاده میکنی فایده نمیگیری، لذت نمیگیری، یک جنجال پیدا میشد که خوشایند نمیباشه. و تطمئن قلوبهم، آرام گیرد قلبهایشان. ولی وصلشان بکنی مجرد ایمان با ذکر خداوند متعال چه وقت آرام میگیرد؟ به ذکر الله. آب الحمدلله، نان الحمدلله، بسم الله الحمدلله. گفته بود هرگاه زندگی با ذکر خداوند متعال آغشته شد و محکم شد، دیگه غم نیست. صحیح شد. پس مؤمن کسی است که ایمان آورند به الله متعال و قلبهایشان آرام میگیرد. به چی؟ به ذکر الله، به یاد خداوند متعال. رسول الله صلی الله علیه و سلم در رابطه با ذکر بسیار زیاد احادیث داره. سبحان الله. در یک حدیث میفرمه که شما را به چیز راهنمایی نکنم که از شمشیر بران مجاهد مؤثرتر بوده باشد، از نماز خواندن و زکاتتان تأثیر گذارتر باشد. از این زیاد ثواب داره که شما کسی را که کافر است بکشین و یا اونا شما را بکشد. از این کدام مؤثر باشد. صحابه ایران مانده که چی است؟ از نماز، از روزه، از زکات، از جهاد، این خود ارکان است. پیامبر علیه السلام به ذکر الله، یاد خداوند، یاد الله متعال تأثیر گذار است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه بوده باشه که به یاد خداوند متعال قلب مطمئن می شود، آرام می شود. منان ایمان صرف ادراک نیست. ایمان
صرف ادراک نیست که تو بگو خدا است. زیرا فرعون هم چی داشت؟ به الله باور داشت. اون دو هم به الله باور داره. پرسانش بکنی که بابا چی برش میگیم اون دو رو؟ لاله میگه، لاله بخوام. لاله یا لاله هر چی که است. او را برش میگه که همین تو را کی پیدا کرد؟ میگه الله پیدا کرد. جای به جای بعد میگه الله پیدا کرد. دیگه ایچی نداره. همین را جور کن. میگه الله تو را پیدا کرد. دیگه سخنی نداره. خب وقتی که بگی که خیگه و چی داره چرا پرستش میکنه؟ نمیگه که خداست، میگه ما رو به خدا میرسونه، ما رو به الله میرسد. ما وقتی که ما من حیث مسلمان وقتی که صحبت میکنیم همیست که میگیم الله یعنی خالق و مالک و متصرف و همه کار او میکنه. تفاوت همین نقطه است. و تطمئن قلوبهم بذکر الله و آرام گیرد قلبهایشان به یاد خداوند متعال. در حدیث دیگری رسول علیه السلام میفرماید که ستکون فتن که قطع اللیل المظلم. یک وقت برای اما تو حالت خواهد آمد که فتنه ها یکی پی دیگری مانند پارچه های تاریک شب پایین می شود. یکی پی دیگری شب که بیاد دیگر لحظه به لحظه چی می شود؟ لحظه به لحظه خراب شده می رود. تاریکیش بیشتر و بیشتر شده می رود. می گوید پیامبر علیه السلام که ستکون فتن که قطع اللیل المظلم. یک پرسان میکنه و ما المخرج یا رسول الله؟ آیا این تاریکا چطور خلاص شده؟ پیامبر علیه السلام میفرماید که به ذکر الله و یاد خداوند، یاد الله متعال. الا آگاه باش به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه شو که خاص به یاد الله متعال آرام میگیرد دلها. خاص به نام الله متعال دلها آرام میگیرد، دیگه به هیچ چیز آرام نمیگیرد. و قبلا عرض کردم که ایمان صرف ادراک گفتم نیست. صحیح شد نه؟ که خدا را بشناسی دیگه گپ حل شد. نه، خدا را کل مخلوق میشناسی. از این خاطر بلکه دانستن حق و قبول احکامی که رب العالمین برایت میدهد، این ایمان است. در حکم خداوند متعال سستی نکنی، بلکه او را با جان و دلت بپذیری. اما تو بپذیری مثل که روزه گرفتی. در روزه تمثیل عالی ایمان است، تمثیل واقعی ایمان. بس تشنه، گرسنه، مانده، همه چیز هستی، خورده میتونی؟ چرا نمیتونی؟ ایمان به معنای کلمه است. خب اما خدا بر تو گفته که روزه بگی. خدا شاید است که به یک آدم بسیار ضعیف هم بگی که اینه 1 لک روپیه بگیم روزه را خوب بخوره، نمیتونه بکاره. صحیح شد؟ اما خدا بر حرام نکن، اما خدا بر گفت که این کارو نکن، این کارو نکن. ایمان از این خاطر میگیم که بلکه دانستن حق، قبول احکام همه را باید در خود داشته باشد. الا بذکر الله تطمئن القلوب. قرآن کریم هم ذکر است. این هو الا ذکر للعالمین. قرآن پند است، یادآوری است، تذکر است. خب ذکر الله متعال اطمینان قلبی میدهد. عاملی که ما را تشویش داده و اما تو خراب ما کرده خیلی چی است؟ یعنی استراب در کجاست و عامل استراب چیست که با واسطه ذکر خداوند متعال اطمینان پیدا می شود؟ یکی گذشته تاریک است. صحیح شد؟ اقتدار در طول زندگی خود همیشه تاریکی رو دیده، او همیشه مضطرب است که باز کدام حادثه نشود. یگان بار میبینیم که نگرانی از آینده است. قال خموشی میگه اگر اتو شو باز چطور کنی؟ همیشه دیگه تشویش است. یک تعدادی که زندگی خراب قبلا دیده، هر قدر که حالی چی استفاده میکنه لذتش نمیده، اما گذشته تداعی در ذهنش میشه، اما مشکل و اما بیوازی که با خدا رجوع بکنه، شکر بکشه، اما عقده های گذشته خدا میخواد که او را آرام بکنه، هیچ لذت نمیگیره. کل عمر 30 سالش که پیسه دارم شد، خدا از همین رقم بدبخت نمیشه که جور شود. دقیق شده؟ یک تعدادی که اصلا جنایت میکنه به خاطر چی؟ میترسه که خراب نشه، از این خاطر میکنه. ضعف در برابر عوامل خارجی.
این دیگه نقطه اضطراب است. کلا صیحة علیهم تو فکر می اگه تو شا باز با چطور میشه، اگه فلانه تو کار کن. و احساس پوچ به زندگی یا بی هدفی به زندگی خودش بزرگترین اضطراب است. یعنی تو نفهمی که من برای چی آمده، مسئولیت هایت احساس نکنی، کارت احساس نکنی، نفهمی که جایگاه ما کیست، خلیفه خدا در روی زمین است، همین احساس بر خود ندی. خدا که حیوان یک جای فکر بکن، مضطرب، تشویش میکنی. یگان بار سویزن، بدگمان، هر کسی که میبینید کتش بدگمان داره، هیچ کس دوست کردن نمیتونی، که هیچ کس دست دادن نمیتونی، کلگی بر تو مشبوه معلوم میشه. کلانترین اضطراب هم است، کلانترین تشویش هم است. خود دنیا پرستی، دوستی به خاطر دنیا، دشمنی به خاطر دنیا، به خاطر چوکی، کل گپا و ترس از مرگ، این دیگه اضطراب است. الان تعجب بکن، میترسه، شور بخوری میگه که نشه که مرا کسی بکشه. این همه عوامل بدبختی و اضطراب میگه به ذکر الله خلاص میشه. همین که گفتی لا حول ولا قوة الا بالله گپ ختم. همین که در موتر ششتی که الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. بس گپ خلاص. آیت الکرسی بخوان سر خود دم کن، الحمدلله جور تری سوال، هیچ تشویش نکن که امی تشویش فایده نداره. بعد میگه که خدا ما را پیدا کرده، رب العالمین که بخواه ما را میبره، دیگه تشویش چرا داشته؟ گپ خلاص. وقتی که ایمان ضعیف میشود بعد از باز دیگه آرامی نیست، همیشه اضطراب است. پس الله میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که به یاد خداوند متعال چی میشود؟ قلب ها مطمئن میشود، آرام میشود، قلب مطمئن میشود. قلب که مطمئن شد مغز آرام میشود. دقیق شده؟ یعنی مرکز تفکیر ما همون مغز ماست. قلب در حقیقت به او میدهد، او را به گردش میاره. و اگر قلب آرام شد خود به خود فکرم آرام است، تعقلم آرام است، تدبرم آرام است، حرکتم آرام است، کلی چیز آرام میشه. پس عاقل ترین مردم در دنیا کی هستند؟ ذاکرین. خب وقتی که گفتم ذاکرین، مرادم ذاکرین است که مطابق با شرع باشه. خب این دول و سرنای والا و قرتک والا و یه حی و هوی که میکنه یا ذاکرین نیستن. خب یا ذاکرین نیست، یا خدا در ذاکرین چخ نکنه. ما هم ذاکر هستیم، یکی اونجا خیزک میزنه، دیگه اونجا خیزک میزنه، لنگی یک جا مفته، یک ویشخان حساب شدن، صحیح شد. این ذاکرین نیست. اصلی گپ است. جالبی است که کلشان در یک چی میگم ما را وجد میگیره. خب حتی گپی نیست، وجد میگیره. بدان و تطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگه الله را حرف تنبیه میگه، یعنی بیدارت میکنه، به خطر میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب.